وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، دوستداران کلام الله مجید. الله رو شاکریم به خاطر تمام نعمتهاش، الله رو شاکریم به خاطر نعمت قرآن کریم، الله رو شاکریم به خاطر اینکه ما رو در زمره کسانی قرار داد که پیامبر اکرم علیه السلام فرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران یاد دهد. الله رو شاکریم به خاطر این نعمت که ما رو در این لحظه در کنار هم جمع کرد تا بار دیگر در یکی از برنامه‌های آموزش روحانی و تصحیح تلاوت قرآن کریم در کنار هم جمع بشیم در حول کلام الله مجید تا تلاشی کرده باشیم در راه تعلیم، یادگیری و تدریس کلام الله متعال. انشاءالله در این برنامه هم به مانند برنامه‌های گذشته درباره قواعد روحانی قرآن کریم آنچه که باقی مانده، قاعده کمی مونده، انشاءالله ما در خلال یکی دو هفته آینده قواعد رو به اتمام میرسونیم و دیگه میریم سراغ مصحف و شروع میکنیم روحانی رو. دیگه قواعد رو اکثریتش رو، مهمترین هاش رو بیان کردیم و انشاءالله به صورت عملی تر بیشتر در خلال برنامه های آینده انشاءالله و در همین برنامه هم انشاءالله در آخر برنامه در بخش اول، آخر بخش اول انشاءالله تمریناتی رو از کلام الله مجید انتخاب کردیم برای شما عزیزان، آیاتی رو که از خود مصحف انشاءالله به همراه شما خواهیم خواند. عزیزانی که همراه ما بودن میدونن که ما مقدماتی از روحانی کلام الله مجید را آغاز کردیم و معرفی کردیم. عزیزانی که احیانا در طول مسیر به ما پیوستن هم انشاءالله بعد از یک میان برنامه کوتاه ما مختصری از آن چیزی رو که در برنامه‌های گذشته از اولین برنامه تا آخرین برنامه‌ای که داشتیم در خدمت شما عزیزان مختصری از این مطالب رو انشاءالله مرور خواهیم کرد. بعد درس جدید امروز رو به همراه شما عزیزان مرور می‌کنیم، درس تنوین. تنوین هم یکی از علامت‌های مهمی است که در روحانی کلام الله مجید باید به اون توجه بکنیم. میان برنامه کوتاهی می‌بینیم، برمیگردیم انشاءالله با مرور آنچه گذشته و درس جدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در بخش اول برنامه و در بخش دوم برنامه هم انشاءالله اختصاص خواهد داشت به تماس‌ها و تلفن‌های شما خوبان. با ما باشید همچنین. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اهل قرآن اهل الله و بندگان خاص او هستند. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة سار في درب النبي صحب وأشراف. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید در روز قیامت به حافظ و همدم قرآن گفته می شود بخوان و بالا برو و تلاوت کن چنان که در دنیا تلاوت می نمودی.
همانا جایگاه تو نزد آخرین آیه است که می‌خوانیم. نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. تلاوت قرآن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای اهل خویش شفاعت می‌کند. زهراوین را یعنی بقره و آل عمران را بخوانید، زیرا که در روز قیامت همانند دو پاره ابر سفید و نورانی یا دو سایبان یا دو دسته پرنده می آیند و از اهل خود حمایت می کنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا تلاوت آن برکت و ترک آن حسرت است و جادوگران نمی توانند آن را حفظ کنند و نمی توانند بر خواننده آن تسلط یابند. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وأنيسنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ گروهی در خانه از خانه‌های الله گرد هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر این که آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها به نیکی یاد می کند. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان مهربان. یک میان برنامه ما چند تا شد، یکم این لپتاپ هنگ کرده بود تا اینو رو انداختیم طولانی شد. در برنامه‌های گذشته در خدمت شما عزیزان مطرح کردیم مسائلی رو در باب روحانی کلام الله مجید و از جمله مسائلی که مطرح شد تفاوت الفبای عربی با الفبای فارسی بود که گفتیم در الفبای عربی ما 4 حرف کمتر داریم از الفبای فارسی. به همین خاطر حروفی که در عربی هستن همون حروف فارسی هستن، یا به تعبیر دقیق تر الفبای فارسی همون الفبای عربی است با 4 حرف اضافه تر پ، چ، ژ و گاف. تفاوتی که فقط
در فارسی و عربی هست و کار خواندن عربی رو مشکل میکنه، اون حرکت ها و نشانه هایی است که بالا و زیر حروف قرار میگیره. در معرفی این حرکات حرکت فتحه رو معرفی کردیم خدمت شما عزیزان. حرکت فتحه رو اگر احمد جان تصویرش رو نشون بدید، این حرکت فتحه است یا زبر و یک خط سرخ که روی اون، حالا این خط سرخ یک به نماد یک حرف، خلاصه رنگش مهم نیست. حرکت فتحه به این شکل هست و یک خط کشیده و بالای حرف قرار میگیره. اگه خط سرخ پایین رو ما یک نماد حرف، یک حرف فرض بکنیم، حرکت فتحه بالای حرف قرار میگیره یا زبر. بعد در هنگام تلاوت این حرف دهان باز میشه و صدای ا تلفظ میشه، ا ب ت س تا آخر. حرکت دیگری رو که معرفی کردیم از حرکت‌های کوتاه حرکت کسره بود. حرکت کسره در شکل نوشتاریش مثل فتحه هست، اما فقط تفاوتش اینه که در زیر حرف قرار میگیره و شکلش رو با هم ببینیم. این حرکتی که الان مشاهده میکنید حرکت کسره هست که این حرکت اگر همین خط سرخ رو باز ما یک حرف فرض بکنیم در زیر حرف قرار میگیره حرکت کسره و صدایی که این حرکت ایجاد میکنه صدای ا هست. یعنی هر حرفی که این حرکت در زیر اون قرار بگیره یک صدای ا به اون اضافه میشه، مثلا ا ب ت س ج تا آخر. حرکت دیگری که معرفی کردیم خدمت شما عزیزان حرکت ضمه هست یا تعبیر عربی ترش ضمه و یا پیش. ضمه یا پیش به معنای جمع شدن لبان هست در هنگام ادای این حرکت. شکل نوشتاریش به این شکل هست که میبینیم با هم. شکل نوشتاریش یک واو کوتاه هست، یک واو کوچولو، یک واو کوچک که بالای حرف قرار میگیره و در هنگام تلفظ این حرف هم ما هر وقتی که بخوایم حرفی رو که ضمه داره تلفظ بکنیم فقط یک صدای او کوتاه ما بهش اضافه میکنیم، مثل او، بو، تو، ثو، جو تا آخر. کش پیدا نمیکنه. این نکته ای که باید مد نظرمون باشه که کش پیدا نکنه. از جمله علامت های دیگری که معرفی کردیم گفتیم که علامت و یا نشانه ساکن یا سکون هست. هر دو تعبیر درسته، ساکن یا سکون، و همونجوری که از اسمش مشخص هست این علامت دلالت بر عدم حرکت یک حرف داره، یعنی ساکن هست اون حرف، یا اینکه سکون هست یعنی حرکت نداره. وقتی که حرکت نداره نیاز داره به اینکه به کمک حرف ما قبل خودش تلاوت بشه و تلفظ بشه. شکل سکون به این شکلی است که میبینید. حرکت علامت سکون بعضی وقتا بیشتر به این شکل نوشته میشه، به شکل یک دال کوچک بالای حرف قرار میگیره، و یا به این شکل 5 در زبان عربی یا همون یک دایره تو خالی. هر دو تا این علامت ها نشانه از سکون دارن یا عدم حرکت یک حرف. علامت سکون هم وقتی که میخوایم تلفظ بکنیم، چون خودش تلفظ یعنی نشانه حرکته و حرفی که سکون داره و یا ساکن هست چون حرکتی از خود نداره، همیشه هر حرفی که شما این علامت رو روی اون دیدید باید از ما قبلش کمک بگیرید، یعنی حرکت ما قبل رو بچسبونیم به اون. مثلا اگر ما قبل حرف ساکن مثلا یک الف باشه که همزه داشته باشه میشه ا در ا مثلا، یا اب، ات. اینجا ب، ت، ث اگه ساکن باشه با کمک ما قبل خونده میشه اب، ات، اث، اج، اخ مثلا. نمونه هایی رو که ما به تفصیل درباره‌اش صحبت کردیم، من فقط گذرا اشاره میکنم. و باز هم در ادامه علامت دیگری رو که معرفی کردیم خدمت شما عزیزان، علامت بسیار مهمی بود به عنوان تشدید. علامت تشدید همونجوری که از محتوای کلام برمیاد، تشدید از شدت گرفته میشه و تشدید شدن یعنی زیاد شدن، و این علامت دلالت بر 2 حرف داره از یک جنس، مثلا 2 تا نون، 2 تا میم، 2 تا دال. این علامت روی هر حرفی که قرار بگیره نشان از این داره که این حرف در اصل 2 تا بوده. به خاطر اختصار در نوشته ما از نوشتن یکی از حرفها پرهیز کردیم. علامت تشدید این است که با هم ببینیم. این علامت تشدید هست، 3 تا دندانه به سمت بالا و خط سرخ هم نماد یک حرف است. علامت تشدید بالای حروف همیشه نوشته میشه. علامت تشدید همیشه بالای حروف نوشته میشه و هر حرفی که علامت تشدید روی اون قرار گرفت نشان بر این هست که این حرف در اصل 2 تا بوده، 2 تا است. و علامت تشدید یا با حرکت فتحه همراه است، یا با حرکت کسره همراه است، یا با حرکت ضمه همراه است، و یا با تنوین
ان ان اون که در درس امروز انشاءالله بهش خواهیم رسید. علامت تشدید به تنهایی خودش نمیاد، یک حرکتی بالا یا پایینش همیشه هست و اگر فتحه و کسره و ضمه داشته باشه شکل تشدید این گونه خواهد شد. با هم ببینیم این انواع تشدید رو ما میبینیم. اینجا خط سرخ همون حرف مورد نظر هست. تشدید وقتی که به همراه فتحه باشه فتحه بالای تشدید قرار میگیره و فتحه و تشدید باز با هم بالای یک حرف قرار میگیرن. وقتی که تشدید به همراه کسره باشه علامت کسره در زیر تشدید قرار میگیره ولی بالای حرف. کسره غالبا گفتیم که کسره همیشه جای کسره زیر حرف است، اما وقتی که با تشدید همراه بشه زیر تشدید نوشته میشه، به خاطر زیبایی نوشته بالای حرف قرار میگیره. اما این به این معنا نیست که چون بالای حرف قرار گرفته دیگه اینجا که فتحه است. نه، فتحه و تشدید وقتی است که بالای تشدید باشه. فتحه‌ای که زیر تشدید، علامتی که زیر تشدید قرار میگیره این کسره هست که قرار میگیره، وگرنه فتحه همیشه مثل مثال اولی بالا هست و ضمه هم که همون سر جای خودش بالای تشدید قرار میگیره. اینها انواع تشدید بودن، انواع تشدید و شکل‌های مختلفی که تشدید داره. نه نحوه تلفظ تشدید فقط به خاطر اهمیتش یک اشاره دیگه می‌کنیم که تشدید در اصل نمایندگی میکنه از دو حرف. هر علامتی، هر حرفی که علامت تشدید روی اون حرف قرار گرفت چگونه تلفظ میشه؟ یک بار به کمک حرف ما قبل خود و حرکت ما قبل خود تشدید، یک بار به کمک حرکت ما قبل تلفظ میشه و یک بار به تنهایی با حرکتی که بالا یا زیر تشدید هست. مثال در این مثال ها قبلا هم به همراه شما تکرار داشتیم. اگر تشدید به همراه فتحه باشه، مثلا کلمه ان که در این ستون سبز هست زیاد مشاهده میکنیم در قرآن کریم. کلمه ان رو در اصل اینی بوده که سمت راست است، ان نه، دو تا نون بوده که به خاطر اختصار در نوشته ما یکی از نون‌ها رو حذف کردیم و نون دوم رو نوشتیم به همراه فتحه‌ای که داره و یک علامت تشدید به خاطر اینکه یادآور این نون حذف شده باشه ما اینجا اضافه میکنیم. این علامت تشدیدی که اینجا اضافه شده یاد آور اون نون، پس چطور تلفظ میشه؟ این نون تشدید در اینجا ان دو بار تلفظ میشه. نون یک بار به همراه حرکت ما قبل که کسره هست، یک بارم به تنهایی با حرکت خودش که فتحه است. ان نه، ان نه، این همین در اصل این بوده دیگه، سمت راست بوده. ان نه و بقیه حروف هم به همین شکل. مثلا اگر بخوایم مثال تشدید رو به همراه کسره ببینیم، باز همین حکایت تکرار میشه. اون هم باز دو بار تلفظ میشه، یک بار به همراه حرکت ما قبل، یک بار هم به تنها. یک نمونه هم از تشدید به همراه کسره به همراه شما عزیزان میبینیم. مثلا این کلمه کل دومین مثالی که در این صفحه میبینید در اصل اینجوری نوشته میشه، کل اینجوری نوشته میشه، تشدید زیر تشدید یک کسره قرار میگیره، زیر تشدید کسره قرار گرفته، اما اینجا به معنی فتحه نیست، اینجا کسره هست. در اصل این بوده دو تا لام که ما یکی لام اول رو که ساکن هست حذف کردیم، لام دوم رو که کسره داشته گذاشتیم، کسره رو بردیم زیر تشدید گذاشتیم، این بالا گذاشتیم. در اصل این بوده کل ل. این لام ساکن اول نباید حرکت بکنه، گفتیم ساکن همیشه به همراه ما قبلش خونده میشه چون حرکت نداره. کل ل، همین چیزی که اینجا سمت چپ است، کل ل. یک مثال دیگه هم اگر بخوایم از تشدید به همراه ضمه ببینیم، باز هم همین حکایت تکرار میشه. تشدید هر وقت به همراه و هر وقت بخوایم تشدیدی که حرفی رو که تشدید داره تلفظ بکنیم، یک بار از ما قبلش کمک میگیریم، یک بارم خودش با حرکتی که داره. در مثال ضمه ببینیم، مثال ضمه رو مثلا کلمه سوم رو با هم ببینیم. مثلا در این کلمه اشد دو، اصلش این بوده، اصل کلمه اینه، دو تا دال پشت سر هم است. به خاطر اینکه اختصار در نوشتار داشته باشیم دال اول که ساکن هست رو حذف میکنیم. همیشه تشدید نشان از دو حرف از یک جنس داره که اولی ساکن هست و دومی حرکت داره. خب وقتی که ما این رو حذف کردیم، این دال دومی سر جای خود باقی هست، تشدیدی رو زیر این ضمه دال دوم میگذاریم به نمایندگی از دال حذف شده ساکن بکنه. در مثال سمت چپ که داخل ستون سبز رنگ نوشته میشه، اینجا اشد دو. اینجا ببینیم یک بار این دال به همراه ما قبل به همراه فتحه شین خونده میشه، اشد دو. این
نمونه هایی بود از مبحث تشدید. پس خلاصه تشدید این است هر جا شما دیدید که روی حرفی تشدید قرار داشت، یک بار به کمک ما قبل خوانده میشه اون حرف، یک بار هم به همراه حرکت خودش، حالا یا فتحه یا کسره یا ضمه یا تنوین که بعداً بهش میرسیم. علاوه بر این آنچه که ما گفتیم درباره صداهای کشیده آ، ای، او صحبت کردیم. صدای کشیده آ در تلفظ به این شکل نوشته خواهد شد. این شکل رو ببینیم با هم. این صدای کشیده آ به این شکل تلفظ میشه. ما در فارسی هم همچین آیی داریم که آی با کلا بهش میگیم، اما در عربی اینجوری نوشته نمیشه. در عربی به شکل دیگه نوشته میشه که مثالهاش رو ذکر کردیم خدمت شما. چه موقع صدای کشیده آ داریم؟ ما صدای کشیده آ گفتیم که هر وقت بعد از فتحه، حرکت فتحه روی هر حرفی که باشه فرقی نمیکنه، هر وقت بعد از حرکت فتحه الف آمد، این اون موقع صدای آ خونده میشه. مثلا دیگه نمیشه ب، میشه با، تا، ثا، جا، ها. مثال هاشو به تفصیل صحبت کردیم، من پرهیز میکنم از مثال ها. و همچنین در مورد صداهای کشیده ای و او صحبت کردیم و گفتیم که هر وقت بعد از فتحه الف بیاد صدای آ تلفظ میشه، فتحه تبدیل به آ میشه. و هر وقت بعد از کسره یعنی علامت کسره حرف ما بعدش یا بود یا ساکن، اون موقع ا میشه ای خونده میشه، کش پیدا میکنه، صدای کشیده ای تلفظ میشه، چون یا از جنس کسره هست و این صدا رو تمدید میکنه، تقویت میکنه. و همچنین درباره ضمه هم صحبت کردیم که هر وقت بعد از ضمه، بعد از حرکت ضمه، حالا روی هر حرفی که قرار بگیره مهم نیست، بعد از حرکت ضمه واو قرار گرفت، واو ساکن، اون موقع صدای او تبدیل میشه به او، کشیده میشه، صدای او تبدیل میشه به او. در مثال ها انشالله این موضوع رو بیشتر با همراه شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. اما در درس امروز به همراه شما خوبان انشالله یک علامت دیگر رو معرفی میکنیم، علامت تنوین. تنوین در لفظ از کلمه نون گرفته شده. نون همون نون، حرف نون که در الفبا در فارسی و در عربی ما بهش میگیم نون. حرف نون رو کلمه تنوین یعنی آوردن نون آوردن. تنوین چرا بهش میگیم تنوین؟ اول شکلش رو ببینیم که به چه شکلی نوشته میشه، بعد درباره جزئیات بیشتر مسئله تنوین به همراه شما عزیزان ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. انواع تنوین رو اگر بخوایم ببینیم، تنوین این شکل تنوین هست. دو تا حرکت فتحه، مثلا این خط سرخ یک حرف هست. حالا بالای این حرف، بالای یک حرف بعضی وقتا شما همچین نشانه‌ای میبینید، دو تا فتحه انگار روی هم هستن، انگار که دو تا فتحه با هم هست، یا دو تا کسره میبینید زیر یک حرف با هم، یا دو تا ضمه میبینید. مثلا به این شکل نوشته میشه، البته یک کمی فاصله کمتر، به این شکل دو تا واو پشت سر هم، دو تا ضمه پشت سر هم میبینیم، یا این شکل رو میبینیم که یک واو هست، یک نیمه واوی هست، یا حتی شکل‌های دیگری هم در مصاحف نوشته میشه که یک واو روش، اینجا واو چپه باز برعکس میشه، یعنی دو تا واو چپه قرار میگن روی هم دیگه. به هر حال اینها نشانه تنوین هست. به این حرکت ها ما میگیم تنوین. ببینید دو تا فتحه، این تنوین، دو تا کسره یا دو تا ضمه با هم، این علامت بهش گفته میشه، به این علامت گفته میشه تنوین و اسمهای خودشون هم داره. این تنوین رو در تلفظ ما بهش میگیم ان، اون و حالا تنوین نصب و تنوین رفع داریم، نصب داریم، جر داریم و اینها. به هر حال این تنوین نصب گفته میشه در لغت، بهش تنوین ان رو نصب هم میگن، تنوین ان رو جر هم میگن و اون یا همون دو تا ضمه با هم رو رفع هم میگن. اون اسمش زیاد مهم نیست، مهم اینه که ما الان بدونیم که اینا رو چطور باید تلفظ بکنیم. اگر حرفی روش این حرکت قرار گرفت، یعنی دو تا فتحه مثلا روش قرار گرفت، یا حرکتی زیرش دو تا کسره قرار گرفت، یا دو تا ضمه یا شبه ضمه دو تا، یا مثل این حرکت یا دو تا ضمه کنار هم قرار گرفت، چگونه باید تلفظ بکنیم؟ ما یک مسئله رو باید توضیح بدیم که تنوین همونجوری که از اسمش به هر حال یک ارتباطی باید بین اسم و مسما باید باشه. یعنی چی؟ ما وقتی که از تشدید صحبت کردیم، چرا گفتیم تشدید؟ چون تشدید یعنی زیادت، یعنی زیاد شدن،
یعنی شدت پیدا کردن. دو تا حرف با هم بود، دو تا حرف از یک جنس می اومد کنار هم که اولی ساکن بود دومی متحرک. ما به خاطر این که هر دو تا رو ننویسیم یکیشو حذف کردیم، یک علامتی گذاشتیم به عنوان تشدید که بیننده متوجه بشه که این رو باید تشدید بکنه. یعنی چی؟ یعنی باید زیادش بکنه. این حرفی که تشدید داره رو باید تشدید بکنه، باید زیاد بکنه، باید دو بار بخونه نه یک بار. یک بار به کمک ما قبل، یک بار به تنهایی. در تنوین هم شبه همین حرکت، همین عملیات، همین به هر حال کار شبیه این در تنوین انجام میشه. چطور؟ مثلا در تنوین نصب یا تنوین ان با هم ببینیم وقتی که دو تا فتحه روی هم قرار میگیره در این تصویر سمت راست، این تنوین دو تا فتحه وقتی با هم قرار بگیره، حالا یا در بعضی از مصاحف کاملا روی هم قرار میگیره یا بعضی وقتها این تنوین یک کمی جابجا میشه، یک کمی گهگداری، یک کمی عقب جلو میشه، ولی خب دو تا فتحه است، یه ذره شاید عقب جلو بشه. در اصل الان اینجا ببینیم، اینجا ما علامت تنوین رو روی دال داریم، روی حرف دال در این ستون سبز، این کلمه ابداً هست. روی دال ما یک تنوین داریم. در اصل این کلمه در اصل چی بوده؟ در اصل این بوده، سمت راست ببینیم، دن این نون ساکنه و گفتیم که نون ساکن رو ما چگونه تلفظ میکنیم؟ نون ساکن رو، الان این نون ساکنه، هر حرفی که گفتیم ساکن باشه چون خودش حرکت نداره باید از ما قبلش کمک بگیریم. ما اینجا برای تلفظ نون نیاز به حرکت فتحه دال داریم که چگونه بخونیم؟ بگیم دن ابدن. این اصل کلمه اینطوری بود. حالا به خاطر اینکه ما این نون رو ننویسیم، این نون رو حذف بکنیم، چیکار شده؟ به خاطر اینکه این نون حذف بشه چیکار شده؟ اومده این به جای این نون رو کامل حذف کردیم، این فتحه ما قبل رو یکی روش اضافه کردیم. اینجا این فتحه ما قبل رو ابدا یک فتحه اینجاست، این فتحه دوم بالای دار رو که دو تنوین رو تشکیل داده نشان از آن نون ساکن حذف شده داره. یعنی چی؟ یعنی اینجوری میخونیم این حرکت بالا انگار یک نون ساکنه، ابدن که اصلا همین بوده دیگه. ببینید سمت راست چی بود؟ ابدن. تمام. این تنوین نصب هست. ما تنوین رو هر جایی که یک تنوین دیدیم چیکار میکنیم؟ یک صدای نون هر جا علامت تنوین روی حرفی قرار گرفت در هنگام تلفظ آن حرف ما چه میکنیم؟ ما در هنگام تلفظ اون حرف خود حرف رو تلفظ میکنیم با حرکتی که داره، یا فتحه یا ضمه یا کسره، خود اون رو تلفظ میکنیم. در آخر یک نون ساکن هم اضافه میکنیم بهش، مثلا ابدن نوشته نمیشه اما تنوین نوشته نمیشه، اما بوده در اصل بوده. چون ما حذفش کردیم این علامت تنوین رو اینجا گذاشتیم که اون چیزی رو که ما حذف کردیم این تنوین دلالت بر اون نون حذف شده بکنه. تنوین یعنی آوردن نون. روی هر حرکتی که شما علامت تنوین دیدید به این معناست که شما در هنگام تلفظ اون حرف باید یک صدای نون ساکن اضافه بکنید به اون حرکت. مثال بعدی رو با هم ببینیم تا بهتر جا بیفته. در مثال بعدی، حالا این الف اینجا چی کار است در ابدا؟ این رو اجازه بدید این 4 تا مثال تموم بشه، برمیگردیم به الف باز میرسیم. این صحفن مثلا، در اصل ما همچین کلمه ای داشتیم، در اصل صحفن نون ساکن داشتیم، باید برای تلفظ این نون ساکن از کلمه ما قبلش کمک بگیریم، از حرکت ما قبل. اینجا فتحه داره میشه فن، صحفن. خب حالا اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم این نون رو حذف کردیم، نمیخوایم نون رو بنویسیم. این این فتحه خودش سر جاش هست، یک علامت دیگه هم این بالا اضافه کردیم، اینجوری شده صحفن، 2 تا فتحه رو هم، صحفن. الان این یک فتحه داره، اون فتحه بالایی که این رو شکل تنوین در آورده و ما الان بعد از 2 تا فتحه شدن بهش میگیم تنوین،
یعنی چی؟ یعنی این ف بعد از اینکه یک بار با فتحه تلفظ شد یک صدای نون ساکن هم باید بهش بچسبه. میشه چی؟ صحفن، فن، صحفن، صحفن. این در اصل سمت راست بوده، صحفن. این الف باشه تا من توضیح میدم دربارش. شما فعلا این الف رو در نظر نگیرید. این الف در تلفظ ما هیچ فعلا تأثیری فعلا در هنگامی که ما میخونیم نداره، اما چرا نوشته میشه اینو یک قاعده‌ای داره که الان بهش میرسیم. مثال بعدی، مثلا الان در این کلمه سمت راست ما این رو بخوایم بخونیم چی میشه؟ ر سو. این میشه سو دیگه، سو نمیشه. گفتیم که در برنامه گذشته گفتیم که روی هر وقت حرکت ضمه بعدش واوی آمد که ساکن باشه، که غالبا هم روش علامت ساکن گذاشته نمیشه، هر وقت بعد از حرکت ضمه واو آمد که از همجنس ضمه هست، این صدای ضمه سو کشیده میشه. اینجا او دیگه نمیشه، میشه او دیگه نمیشه او. اگه تنها می بود میشد او، میشه حالا که با واو جمع شد میشه او. رسو، رسو میشه رسو. خب اینجا تا اینجا رسو. حالا این نون ساکن هم به کمک لام که خودش یک حرکت داره، نون ساکنه باید به کمک ما قبل خونده بشه. فتحه‌ای که اینجاست لن. اینجا چی شد؟ رسولن، 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 رسولن. اصل کلمه اینه. ما نون رو حذف کردیم. حالا زیاد گیر ندید که چرا نون رو حذف میکنیم و چرا همون جوری نوشته نمیشه. این چیزی که هست حالا فعلا، یعنی این قاعده تو مصحف هست و اینو باید بدونیم که در اصل این بوده. خب این نون حذف میشه، به جای این نون حذف شده روی این لام یک فتحه دیگه قرار میگیره تا دلالت بکنه بر حذف این نون که ما بهش میگیم تنوین. میشه چی؟ میشه این الف رو در نظر نگیرید، این الف بعدی رو شما بدون این الف در نظر بگیرید. خب این لام الان یه فتحه خودشو داره، یه دونه هم علامت فتحه اضافی که نشانه همون که شکل تنوین رو ایجاد کرده و نشان از حرف نون ساکن محذوف داره. میشه رسول، لن، 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 فن، دن. اینجوری اگر ما روی حروف الف با اگر تنوین باشه، مثلا اگر روی الف تنوین باشه چطور تلفظ میشه؟ ان. تنوین ان. اگه مثلا این تنوین دو تا فتحه داره، تنوین نصب باشه، میشه ان، بن، تن، ثن. همینجوری میره تا آخر. جن، حن، خن، دن، ذن، زن و رن تا همینجوری تا آخر بریم. مثلا قن، فن، کن، لن، ون، هن. اینها تلفظ فقط فرقش اینه اون خود اون حرف به همراه فتحه خودش هست، یک نون ساکن بهش اضافه میشه. مثال بعدی هم ببینیم. مثلا در این کلمه آخری، کلمه اینجا چی داریم؟ که تا. گفتیم بعد از فتحه اگر الف آمد این طرف تبدیل میشه به آ، میشه کیتا، نمیشه کیتا، میشه کیتا، کیتا کشیده میشه. خب تا اینجا که شد کیتا. حالا این بن نون ساکنه باید با ما قبلش خونده بشه. هر حرکت ساکنی، هر علامت ساکنی و تعبیر دقیق‌تر هر حرف ساکنی باید به کمک ما قبلش خونده بشه. اینجا بن میشه بن، کتابن، کتابن. خب در تلفظ چطور می نویسیم؟ در مصحف شما اینجوری کتابن رو به این شکل نمی بینید که با نون اومده باشه، به این شکل می بینید. خب این الان کیتا، این قسمت تبرش کاسونه، این به یک تنوین روش اومد. یعنی چی؟ یعنی میشه بن، 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 کیتا، بن، رسولن، صحفن. خب حالا برگردیم سر این که چرا این حرکت ها الف اومده آخرش. تنوین ان در مصاحف غالبا هر جا که نوشته میشه یک الف بعدش نوشته میشه که اون الفی که بعد از تنوین نوشته میشه و فقط این در تنوین ان هست. وقتی که دو تا فتحه باشه، دو تا کسره که باشه یا دو تا ضمه باشه نوشته نمیشه. دو تا فتحه وقتی که باشه فقط این نوشته میشه. چرا این نوشته میشه اصلا؟ این به خاطر این هست که ما یک قاعده ای داریم که انشاءالله در برنامه بعد بیشتر راجعش صحبت میکنم، اما اینجا هم خالی از افاده نیست بگیم. هر وقت در تلاوت آیات، قبلا هم یک اشاره مختصری بهش داشتیم، در تلفظ
حرکت ها وقتی که ما یک جای وقف میکنیم، یعنی ما آخرین کلمه ای که داریم میخونیم، یک جمله داریم میخونیم، آخرین کلمه، آخرین حرفش که ما روی اون وای میستیم نباید حرکت داشته باشه. یعنی به تعبیر ساده تر، ما انگار داریم توی مسیری پیش میریم، یک خط سرخی برای ما تعیین کردن، یک جایی باید وایستیم. خب ما از قبل وقت اونجا که میریم اونجا دیگه باید وایستیم دیگه، اونجا نباید حرکت بکنیم، اونجا باید ترمز بگیریم. روی حرف آخر همیشه در تلاوت ها، همیشه در تلاوت روی حرف آخری که تلفظ میشه از دهان انسان باید توقف کرد، نباید به اون حرکت داد. حرکت ا او نباید داشته باشه. حالا اگر وایستادیم باید ساکن باشه. در مثال تنوین، حالا تنوین ها رو چیکار میکنیم؟ در تنوین هم همینطوره، در تنوین هم باید ساکن بکنیم، اما در تنوین ان فقط یک تفاوت کوچیک داره. ما اگر بخوایم ساکن بکنیم اینجا چی میشه؟ برگردیم سراغ مثال ها. حالا اینجا ما در تنوین ان این الفی که اینجا گذاشته شده به خاطر این هست که در تنوین اگر ما وایستادیم، مثلا اگر بخوایم وایستیم اینجا، ما روی کلمه ابداً بخوایم وایستیم، مثلا آخر جمله باشه، مثلا خالدین فیها ابداً، اما وقتی که بخوایم وایستیم نباید بخونیم ابداً، باید وایستیم. خب خالدین فیها ابدا، اینجا چی میشه؟ این تنوین رو دیگه ما تلفظ نمی کنیم ابداً. این الف دلالت بر این داره که اگر شما این نون رو تلفظ نکردی باید چیکار بکنی؟ اگر وایستادی اینجا باید ابدا بخونی. تنوین ان یا تنوین نصب هر جایی که روش وقف کردیم دیگه صدای نون تلفظ نمیشه، الف تلفظ میشه. این الفی که اینجا میاد به خاطر اینه که اگر وایستادیم روی این کلمه نباید ابداً بخونیم، باید بگیم ابدا، خالدین فیها ابدا، مثلا در مثال قرآنش. در مثال بعدی مثلا صحفن، اگر آخرین کلمه ای باشه که ما تلفظ میکنیم و بعدش میخوایم وایستیم تلاوت رو ادامه ندیم نباید بگیم صحفن. این الف دلالت بر این داره که اگر وایستادید شما باید بگیم صحفا، انگار که این تنوین نیست. در رسولن هم همینطور، رسولا. بعد در کتابن هم همین اتفاق میفته، میشه کتاب. این الف به خاطر اینه که در هنگام تلفظ ما باید حواسمون باشه که اینجا الف تلفظ بشه. این از نمونه‌های مثال تنوین ان یا نصب بود. تنوین نصب هم بهش میگن، تنوین نصب یا ان، که دو تا فتحه به همراه خودش داره. پس هر جا که ما روی هر حرفی نشان تنوین دیدیم که گفتیم نشان تنوین یا دو تا فتحه با همه، یا دو تا کسره با همه، یا دو تا ضمه با همه. وقتی دو تا فتحه چسبیده به هم یا دو تا کسره چسبیده به هم یا دو تا ضمه چسبیده به هم ما دیدیم، این علامت دیگه نمیگیم دو تا فتحه، بهش میگیم تنوین. بهش نمیگیم دو تا کسره، بهش میگیم تنوین جر، تنوین نصب که دو تا فتحه باشه میشه تنوین نصب، دو تا کسره میشه تنوین جر، دو تا ضمه میشه تنوین رفع یا ان، اون. و تنوین نشان از یک نون ساکنی داره که حذف شده. در اصل یک نونی بوده که حذف شده، چون بوده در اصل، الان ما در کتابت عمدی رو حذفش کردیم به خاطر زیبایی نوشته، حالا بعد در تلفظ اون رو تلفظ داشته باشه. مثال تنوین ان یا جر، دو تا کسره وقتی که زیر یک حرفی قرار میگیره به چه شکلی خونده میشه؟ اونم عیناً داستانش مثل همون تنوین نصب است، در اصل خودش یک نون بوده که حذف شده، فقط اینجا حرکت کسره اضافه میشه، اونجا ان میشد اینجا میشه ان، اینجا میشد بن اینجا میشه بن، اینجا میشد تن اینجا میشه تن. مثالاشو ببینیم. مثلا در این کلمه اولی ما الان بدون در نظر گرفتن این تنوینی که در قاب سبز رنگ اومده، کلمه سمت راست رو اگر بخوایم بخونیم چی میخونیم؟ خب اینجا ما چی داریم؟ یک یای ساکن داریم که ما قبلش فتح است، باید با کمک فتحه ما قبل خونده بشه، میشه شی. این
همزه است. این علامت همزه رو شما میبینید، این علامت همزه است، یعنی ا. شی، شی، ان، شی، شی، اصل کلمه اینه در اصل. اما آن چیزی که ما در نوشته های قرآنی، مصاحف قرآنی میبینیم، این کلمه داخل قاب سبز، این رو ما میبینیم. این چیه؟ این همون کلمه سمت راسته، فقط شکل کتابتش فرق کرده. شین که همون شین، یا هم سر جاشه، میشه شی، شی. این همون شیعی بود که اینجاست، شی. این همزه دو تا کسره زیرشه، دیگه نمیگیم دو تا کسره، تنوین داره. یعنی چی؟ یعنی یک بار یک کسره، صدای کسره داره، یک بارم یک صدای نون ساکن باید به کسره بچسبه. این باید بشه ان، ان. مثل همینجا دیگه، ان سمت راست چطور بود؟ درسش همین بود، ان، شی، ان، شی، ان. کلمه بعدی هم همینطور. کلمه بعدی اینجا ما در سمت راست، کلمه سمت راست اول با هم بخونیم. خواندنش در سمت راست خیلی ساده است. فقط اینجا دو تا ساکن داریم، یکی روی لام، یکی روی نون، که اینها رو باید به کمک ما قبلش بخونیم. لام به کمک ما قبل خونده بشه میشه کل، کل. لام نباید حرکت کنه، کل. خب اینجا نون هم باید به کمک لام دوم خونده بشه، لن، کل، لن، کل، لن. حالا این دو تا لامی که از یک جنس بودن، ما گفتیم لام وقتی که دو تا حرف از یک جنس بیان با هم که اولی ساکن باشه میشه چی؟ میشه تشدید. خب این علامت تشدید اینجا میگیره. یکی از لام ها هست میشه لام، علامت تشدید میگیره، میشه کل. اینجا ببینید کل، ما اینجا فقط یک لام داریم، از این دو تا لام یکیش نوشته شده. به جای اون لام اولی ساکنی که حذف شده یک تشدید این بالا گذاشته شده. این تشدید بالا، ما الان اینجا یه تشدید داریم، دو تا فتحه یا همون علامت تنوین جر زیرش داریم. این تشدید دلالت بر این میکنه که این لام دو تاست. خب این لام دو تاست، یعنی در اصل بعد یک بار به همراه کاف خونده بشه، یک بار خودش تنها. به همراه کاف میشه کل، یک بار خودش تنها با حرکت کسری که زیرش بوده در اصل ل. اما اینجا یه دونه کسره تنها نیست، یک تنوینه، یعنی یک نون هم آخرش باید اضافه کنیم، میشه کل، لن، کل، لن. ببینید همین کلمه ای که در اصل بوده دیگه، در اصل سمت راست بود، کل، لن. ما همینو، اما تو قرآن ما هیچ وقت نمیبینیم اینجوری بنویسن کلن رو. تو مصحف قرآنی کلن به این شکل نوشته نمیشه، در اصل همینه اما به این شکل نوشته میشه، مختصر و مفید. جمع و جورش کردن، MP3 کردن، MP4 شده اینجا و این جمع و جور شده، این در اومده. این چی میشه وقتی که اینجور جمع بشه؟ کل، لن. الان ما تصویر رو جمع کردیم، به جای اینکه دو بار لام بنویسیم، یه دونه نون هم اینجا دو تا لام داشته باشیم، یکی نون هم داشته باشیم، دو تا لام و یکیشو حذف کردیم، یک تشدید اینجا گذاشتیم بالا که نشان از لام حذف شده داره، و به جای اینکه این نون رو هم بنویسیم یک تنوین هم گذاشتیم این زیر، نشان اون نون رو داره. این الان چی میشه؟ ما الان این لام رو وقتی بخوایم تلفظ بکنیم، یک بار چون تشدید داره به همراه ما قبلش میخونیم و یک بار تنها کل، ل. الان زیر تشدید کسره هست دیگه، در اصل یک کسره بوده، کار این کسره زیری دومی که تنوین رو درست کرده، دو تا با هم شدن تنوین. این بعدن اومده به خاطر این نون ساکنی که اینجا حذف شد، کل، ل. اما چون تنوین داره، اگه این تنوین نبود یعنی یک کسره بود میشد کل، کل. الان که دو تا کسره هست نشان از نون ساکن داره، آخرش باید یک نون هم اضافه کنیم، کل، لن، که همین کلمه سمت راست میشه. بریم مثال بعدی. در مثال بعدی حالا ما اینجا چی داریم؟ ما اینجا یک واو ساکن داریم که حالا یا ساکن نوشته میشه یا اصلا نوشته نمیشه. مثلا در این مثال سمت چپ ما اصلا واو ساکنش رو نداریم. گفتیم هر وقت که بعد از ضمه واو اومد، اینها هم جنس همن، صدا نمیشه دیگه، او نمیشه، میشه او. نمیگیم جو، میگیم جو، جو. این میشه جو. زیادم نکشیم، به اندازه بستن یک انگشت فقط. صدای کشیده آ، ای، او در حالت عادی به اندازه بستن یک انگشت فقط کشیده میشه. جو، جو. خب
اینجا نون ساکن به همراه حرکت ما قبل خونده میشه چی؟ عین عین جوعن جوعن جوعن. این نحوه تلفظ این کلمه سمت راسته. اما شما جوعن رو اگر در قرآن کریم بخواید برید ببینید در مصحف، هیچ وقت کلمه جوعن رو به این شکل سمت راست نمیبینید، به این شکل میبینید. این فرقش چیه؟ فرقش اینه که این نون حذف میشه، تنوین ایجاد میشه. یعنی چی؟ تنوین علامت نون آوردنه. این نونی که حذف شده رو یک علامت کسره اضافی زیر این عین میگذاریم از جنس خودش. اگه فتحه بود فتحه میرفت جاش، فرقی نمیکنه. علامت ما قبل هر چی باشه یک اضافه میشه. اگه کسره باشه یک کسره اضافه میشه، اگه فتحه باشه یک فتحه اضافه میشه، اگه ضمه باشه یک ضمه اضافه میشه. هر سه حالت اضافه شدن یک فتحه یا کسره یا ضمه اضافی به حرکت ما قبل دلالت از اون نون محذوف بعدش داره. خب اینجا فقط ما این عینو، یعنی که اینجا میبینید قبل از نون اینجا هم سر جاش هست، جیم و واو هم سر جاشون هستن. فقط چیکار کردیم؟ این کسره زیر عین هم اینجا هست، یک کسره اینجا اضافه شده. کسره زیر کسره عین که اضافه شده و تنوین رو ایجاد کرده. این تنوینی که اینجا در شکل سرخ رنگ سمت راست میبینیم، این تنوین رو ایجاد کرده. چیکار باید بکنیم؟ خب همون عین رو با حرکتی که داره میخونیم فقط یک نون آخرش اضافه میکنیم. جوعن عین عین جوعن، همین چیزی که سمت راست هست. مثال بعدی رو با هم ببینیم. در مثال بعدی هم همینطور ما اینجا یک ضاد ساکن داریم بدون حرکت که نیاز به ما قبلش داره تا تحریکش بکنه، حرکت بده بهش، حولش بده. فض فض، این تلفظش اینجا اینجوری میشه فض. خب این ساکن روی لام نباید میبود، روی نونه. این اشتباهی تایپی از پیش ماست، معاف کنید. این ساکن مال نونه. لن، این ساکن مال لون. لام کسره داره، نون ساکن بوده در است، این ساکن باید میاد پایین. فض لن فض لن. خب حالا همین رو ما در مثال قرآنی کلمه فضلن رو اگر بخوایم ببینیم این گونه میبینیم در کتابت قرآنی. فضل یک لام سر جاش هست، این لامی که اینجاست، این لامی که کسره داشته، این حرکت ساکن گفتم با نون، این یک کسره اضافه میشه تا دلالت برای نون ساکنی بکنه که حذف شده میشه. فضلن فضلن. خلاصه بحث تنوین این هست که در هر وقت ما یک تنوینی دیدیم، این یا ان، ما هر جا روی یک حرف یک علامت تنوینی دیدیم چیکار میکنیم؟ همون حرکت رو اگر فتحه هست فتحه، اگر کسره هست کسره، اگر ضمه هست ضمه، همون حرف رو با اون حرکت ادا میکنیم. آخرش یک نون، فقط نون ساکن بدون حرکت میچسبونیم به اون حرکتی که داره. ان ان اون، همون فتحه و کسره و ضمه است. این دو تا فتحه که میشه یعنی یک نون اضافه شده، دو تا کسره که میشه یعنی یک نون اضافه شده، دو تا ضمه که میاد با هم یعنی یک نون باید بهش اضافه بشه، نون ساکن. و تنوین هم یعنی همین، یعنی آوردن یک نون. مثال تنوین رفع یا دو تا ضمه ای رو با هم ببینیم. این شکل احیانا در بعضی از مصاحف به این شکل نوشته میشه. تصویر رو با هم ببینیم. احمد جان اگر تصویر نشون بدید. تصویر ندارید. در تنوین مثالی که همچنان ما داریم برای ضمه هم همین اتفاق میفته. اونجا هم ما دو تا ضمه نوشته میشه، یا اینکه به هر حال کنار هم پشت سر هم، یا یک واو نوشته میشه، واو دوم برعکس نوشته میشه که چرا حالا برعکس نوشته میشه این رو در مبحث تجوید بهش میرسیم، بگذارید که اونجا انشالله برسیم بهش. شکلش مهم نیست، مهم اینه که تلفظ همشون یک نون باید در آخرش اضافه بشه و اون اتفاق هم اونجا باز دقیقاً میفته. اما جان هر وقت تصویر وصل شد به من اطلاع بدید که من مثال ها رو داشته باشم. در مثال تنوین البته ما یک قاعده های تجویدی هم در تنوین داریم که این قاعده های تجویدی رو میگذاریم به بحث خود تجویدش و فقط همینقدر یادمون باشه که در تلفظ واژه تنوین یا به تعبیر دقیق تر و صحیح ترش حرکت تنوین، علامت تنوین، ما یک نون اضافه میکنیم. اگر فتحه بود به همراه نون، اگر کسره بودم به همراه نون، اگر ضمه بود هم به همراه نون. اجازه بدید یک میان برنامه کوتاه بگیریم
تا من گلوی تازه بکنم تا هم تصویر دوباره وصل بشه که انشاءالله مثال هایی رو در باب تنوین هم به همراه شما عزیزان داشته باشیم. رفتار و کردار انسان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد تا اینکه از عمرش پرسیده شود که آن را چگونه گذرانده و از علمش که تا کجا به آن عمل کرده و از مالش که از کدام راه آن را به دست آورده و چگونه خرجش نموده و از جسمش که آن را در کدام راه پیر کرده است. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي ذرياتنا وفي أبداننا اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. با عرض سلام مجدد. حرکت تنوین هنگامی که تنوین رفع یا همون دوتا ضمه با هم بیاد، باز هم تلفظش دقیقا مثل تنوین نصب دوتا فتحه‌ای یا تنوین جر دوتا کسره‌ای همون جوری تلفظ میشه. همون حرکت ضمه است، فقط یک نون بهش اضافه میشه. مثالش رو با هم ببینیم. در این تصویر حالا این یکی از این شکل سمت راست که شما میبینید دوتا واو، این واو حالا این واو کجی که داره این تو ورد اینجوری میاد و توی برنامه‌های ورد عربی. حالا شاید تو مصحف شاید کمتر این شکل رو پیدا بکنیم. این کله واوی که اینجا مونده. مهم اینه که دو تا ضمه هست، دو تا ضمه میاد یا حالا تو مصحف ان شاءالله تو همین برنامه نمونه‌های دقیق‌ترش اونجا شکل دقیق‌ترش رو میبینیم. مثالش مثلا در این مثال اول الان ما کلمه سمت راست اصل کلمه است که در سمت چپ نوشته شده. سمت راستیه در اصل، سمت چپیه اینی که تو کادر سبز رنگ میبینید در اصل این سمت راست بوده. الان اگر ما بخوایم این سمت راست رو بخونیم خوندنش آسونه برامون. احدون، چون که فتحه داره دو، این نون ساکن خب چطور بخونیمش؟ ساکن حرکت نداره، مجبوریم از مراقب کمک بگیریم. دون احدون. حالا همین نون رو حذف کردیم، این دال یه ضمه داشت، یکی دیگه هم اضافه کردیم براش تا نشانه ای باشه بر حذف این نون و وقت خوندن بدونیم که باید به همراه این دال و ضمه‌اش یک نون اضافه بکنیم، یک نون ساکن. میشد این. احدون رو در مصحف به این شکل نمیبینیم، به این شکل میبینیم. دون. مثال بعدی، مثلا سمت راست خوندنش آسونه. رسولون. در مثال در رسم الخط قرآنی به این شکل میبینیم کلمه رسولون رو. از اون نون آخر لام، نون ساکنی که سمت راست بود دیگه در رسم الخط خبری نیست. به جای این نون ما یک حرکت اضافی میبینیم کنار اون ضمه‌ای که روی لام بود تا دلالت بکنه بر اون نون حذف شده و ما رو یادآوری بکنه که در هنگام تلفظ این لام یک نون باید اضافه بکنید. رسول این واو ضمه بعدش واو اومده میشه سو، نمیشه سو. رسول نمیشه رسولون. رسولون. مثال بعدی، حالا این کلمه اشدون اگر این تعبیر صحیح باشه، روش شک دارم تعبیر صحیح باشه.
خب حالا به فرض اینکه این تعبیر صحیح است، ما اینجا شد دو، اشد شد دون، اشد دون. اینجا دو تا دال داریم، دال اول ساکن، دال دوم ضمه داره. ما این دال ها رو اگر گفتیم در تشدید وقتی که دو تا حرف از یک جنس اولی ساکن باشه بعدی ضمه داشته باشه یکیشو می نویسیم. به همین خاطر در کلمه سمت چپ ما یک دال می بینیم، روش یک علامت تشدید هست که دلالت بر این میکنه که این دال در اصل دو تا بوده، اینجا دو تا بود. و علاوه بر تشدید یک حرکت ضمه داره و اضافه بر اون ضمه دیگری. ضمه اول دلالت بر خود حرکت دال دوم داره که اینجا در اینجا بود و ضمه دوم دلالت بر این نونی که حذف شده. پس میشه اشد شد، این دال یه بار باید با ما قبلش خونده بشه چون تشدید داره. اشد دو، یه بارم به همراه حرکت خود تشدید که ضمه هست، یک بارم اون نون رو باید بچسبونیم حالا به تشدید. اشد دون، اشد دون، همون چیزی که در اصل بود. اشد دون، اشد دون. مثال آخرش مثلا در کلمه شرون، کلمه شرون، این کلمه شرون هست، تفکیک شده، تجزیه شده کلمه اینه. اصلش این بوده شر رون، شر را به همراه شین ما مفتوح و این نون به همراه رای مضموم. شر رون. تعبیر قرآنی در نسخه های قرآنی شکل نوشته این گونه است. شرون رو با دو تا ر و نون ما نمیبینیم، با یک را میبینیم که دلالت با یک تشدید. این را روش تشدید است، یعنی این دو تا را هست، یه بار با شین خونده میشه به حرکت فتحش شر، یه بار خودش تنها با اون حرکت ضمه بالاش رو. اون ضمه دومی که بالای تشدید هست که تنوین رو ایجاد کرده میگیم چی؟ اون نشان از نون داره، میشه شر رون، شر رون، همین چیزی که در اصل بود، شر رون، شر رون. اینها قواعدی بود که در باب تنوین باید مد نظر ما باشه. تنوین ها، تنوین ان با دو تا حرکت فتح، شکلش دو تا فتحی روی هم هست، یا تنوین نصب، تنوین ان و دو تا کسره روی هم میبینیم، یا بهش میگیم تنوین نصب، تنوین جر، و تنوینی که با دو تا ضمه پشت سر هم میاد، یا تنوین بهش میگیم تنوین رفع یا همون اون. فقط در کتابت یادتون باشه که در تنوین نصب یا همون ان یا همون دو تا فتحه کنار هم یک الف در مصحف قرآنی همیشه در نوشته های قرآنی الفی به همراهش میاد. مثلا کتابن یک با کتابا نوشته میشه، تنوین روی ب قرار میگیره تا دلالت بکنه بر این که در هنگام وقف کردن و ایستادن روی تنوین ان نباید بگیم کتابن، اگر وای میستیم باید بگیم کتابا، کتابا، صدای الف تلفظ بشه. در تلاوت‌های قرآنی ان شاءالله بهتر به این موضوع خواهیم پرداخت. مثال‌هایی رو که ببینیم، حالا این مثال‌هایی که داریم ان شاءالله در این باب صحبت می‌کنیم. مثال‌ها رو با هم ببینیم در این سه تنوین. این مثال‌ها، مثلا مثال اول کلمه خیرن، خیرن. الان اینجا این حرکت ر ما یه تنوین داریم روش، تنوین ان دیگه، تنوین دو تا فتحه‌ای یا نصب. این ر همون حرکت فتحه خودشو داره، فتحه اضافی بالا دلالت بر نون حذف شده داره. خیرن، خیرن، طیرن، طیرن. حالا اگر اینا رو وایستیم روشون، اگر ما کلمه رو بخوایم اینا در جمله قرار بگیرن، این کلمات در جمله قرار بگیرن، وسط جمله باشن و ما با تلاوتمون ادامه بدیم، میشه خیرن، طیرن. اما مثلا مثل طیرن ابابیل، طیرن ابابیل مثلا. اما اگر وقف کنیم، این آخرین کلمه‌ای باشه که روش میخونیم، این الف موقع دیگه کار میکنه، دیگه نمیگیم خیرن، میگیم خیرا، خیرا، طیرا، طیرا. اگر وقف کنیم روش، اگر وقف نکنیم همون
خیرن و طیرن میشه. در کلمه بعدی اینجا ما این دال یک تشدید داره. یعنی چی؟ یعنی که این دال دو تاست، در اصلش دو تا بوده. یک بار به کمک ما قبل خونده می شده صد، یک بارم تنها خودش با حرکتی که بوده فتحه بوده صد ده اگر تنوین نمی بود. خب حالا یک تنوین ما اینجا داریم، یعنی این فتحه دو تاست، این دو تا فتحه دلالت بر تنوین میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک نونی هم بعد از این بوده که حذف شده، میشه چی؟ صدن. دقت کنیم دوباره، ما یک تشدید اینجا داریم که دلالت بر این میکنه که حرف زیر تشدید که دال هست دو تا بوده در اصل. یه بار با ما قلب خونده میشه صد، یه بارم تنها خونده میشه صد ده. اگر این تنوین فقط یک فتحه می بود میشد صد ده، اما چون دو تا فتحه است یا به تعبیر دقیق تر یک تنوین روش هست، تنوین ان یا تنوین نصب، ما الان باید یک صدای نون هم به دال اضافه کنیم. صدن. اگر بیستی میشه صد دا. کلمه بعدی ها، این که آسونه، حکی کسره بعدش یای ساکن اومده. کسره بعد از کسره یای ساکن قرار گرفته، نمیشه میشه ای. حکی من اینجا تنوین نشونه نون داره، این باید بشه حکیمن. اگر ادامه بدیم کلمه رو، مثلا بعدش باشه علیما، حکیمن علیما مثلا، غالبا این دو تا تعبیر زیاد کنار هم میاد در قرآن. حکیمن علیمن اگر ادامه بدیم. اگر وایستیم روی کلمه حکیمن دیگه باید بگیم حکیمن علیما. مثلا روی علیما اگر بعد از این علیما باشه، اون علیمن هم دقیقا مثل همین تنوین میگیره، حکیمن علیما. اگر روی حکیما وایستیم میشه حکیما، اگر بخونیم حکیمن میشه. این الف در هنگام وقت فقط در تنوین ان وجود داره. میبینیم اینجا الف هست، اما در تنوین ان و اون دیگه اینجا ما الفی بعد از اینها نمیبینیم. وقت بشم همون جوری میشه که در هنگام تلفظ، در هنگام وصلش وقف و وصلشون فرقی با هم نداره. مثال بعدی مسدن خوفن لوحن یومن نه، اینجا نون فتحه بعدش الف قرار گرفته، نمیشه نه، میشه نه رون ضمه یک تنوین دیگه، دو تا ضمه کنار هم، رون صدای نون باید با را اضافه بشه. نارون حبلون. اینجا نارون در هنگام وصلش هم نارونه، در هنگام وقفش هم نارونه، فرقی نمیکنه. حبلون اجرون ویلون. اینها مثال هایی بود از تنوین. به همین قدر فعلا اکتفا بکنیم و نوبت رو بسپاریم به شما عزیزان. من آیاتی رو هم این دفعه در این برنامه آماده کردم و تمرین هایی رو هم آماده کردم که تماس های شما رو انشالله خواهیم داشت و تماس های عزیزان، حتما عزیزانی که با ما بودن در جریان هستن، در قالب چند موضوع خلاصه خواهد شد. در تلاوت سوره حمد یا سوره مبارکه ناس یا سوره مبارکه فلق و در تمرین هایی که ما آماده کردیم در تلاوت و روخانی این تمرین ها. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم با تماس های و تلفن های شما عزیزان در خدمت شما خواهیم بود. دعای برطرف شدن غم و غصه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابو امامه انصاری رضی الله عنه فرمودند: آیا سخنانی به تو یاد ندهم که اگر آن را بگویی
الله غم و غصه‌ات را از بین میبرد و بدهکاری هایت پرداخت می شود. ابو امامه می فرماید عرض کردم بله ای رسول الله. فرمودند هنگام صبح و شامگاه این دعا را تکرار نما. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بله سلام مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش تماس‌های شما خوبان. تا تماس‌های شما وصل بشه من مثال‌هایی رو احمد جان شماره رو برای شما ذلیل کرده و انشاءالله میتونید با این شماره تماس بگیرید. من پیشاپیش یک موضوع رو مطرح بکنم درباره باب تماس‌ها. بسیاری از عزیزان گله‌مند شدن که ما چندین برنامه است که تماس میگیریم و وصل نمی‌کنید ما رو. ما حقیقتش تلفن همینجا پیش من هست و خودم تماس‌ها رو وصل می‌کنم از داخل استودیو، اما حجم تماس‌ها به حدی بالاست و زیاده که شاید ما بگم که حالا اغراق نباشه. ما یک 20 یا یک 30 یا یک 40 50 تماس‌ها رو هم نمیتونیم دریافت بکنیم و تمام خطوطی که اینجا هست همش پره و تصادفی باز میکنیم دیگه، هر کسی که نوبتش رسید و فرصت پیش اومد براش. یک تمرینی رو از آیات کلام الله مجید با هم داشته باشیم تا تماس‌های شما وصل میشه. این تصویر رو با هم ببینیم. در آیات رسول ما را که انفطار برای شما عزیزان انتخاب کردیم، ما در این آیه از اول شروع میکنیم به خوندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اینجا واو، این واو روش یک علامت فتحه داره، میشه و. اینجا ما یک ا داریم، یک نون مشدد داریم، نونی که روش تشدید داره. یعنی چی؟ یعنی ما باید این نون رو یک دفعه به همراه ما قبل بخونیم، یک بار تنهایی به همراه حرکت خودش. و این و این علی، این ساکن به همراه ما قبل خونده میشه. علیکم، این ساکن هم با کافش خونده میشه ما قبل. علیکم علیکم و این علیکم و این علیکم. خب لا ها، ما قبلا هم گفتیم که این الف کوچیک هم این وسط وقتی میاد نشان از الف داره و ها خونده میشه. اینجا این ح است، فتحه بعدش الف اومده میشه ها. لحافظی ضا بعدش یا اومده، یا ساکنی که حرکتش هم گذاشته نشده. گفتیم که یا غالبا این حرکت ساکن گذاشته نمیشه. ها لحافظین لحافظین لحافظین. اگر وصل کنیم آیه رو ادامه بدیم حافظین میشه. اگر ما نخوایم ادامه بدیم همینجا آخر آیه بخوایم توقف بکنیم و به استیم چی میشه؟ اینجا نون دیگه ساکن میشه، حرکتش خود به خود تبدیل به ساکن میشه و این علیکم لحافظین لحافظین، نون ساکن میشه. اگه ادامه بدیم میشه و این علیکم لحافظین کراما. خب بریم کلمه بعدی. کلمه بعدی کی کسر داره دیگه. که را چرا را؟ بعد از فتحه الف اومده، نمیشه ر، میشه را. ر نمیشه، ا نمیشه، میشه آ. ا نمیشه، میشه آ. کرا. خب من، ببینید دو تا فتحه رو هم، من کرامن. حالا اگه اینجا وصلش کنیم کرامن رو به کاتبین میشه کرامن. اما اگه همینجا بخوایم وایستیم نخوایم مثلا ادامه بدیم میشه کرام. این الف خونده میشه، اما اگر وصل کنیم در این گام وصل خونده نمیشه. کرامن که این فتحه کاف بعدش یک الف کوچیک وسط میبینید، اینجا یک الف کوچیک است. که ت بی بعد از کسر یا اومده باز کشیده میشه. کاتبین کراما کاتبین.
و آیه بعدی رو بخونیم. این آیه هم در این قسمت یعلمون یعلمو بعد از ضم واو اومده مون یعلمون ما بعد از فتح الف اومده میشه آ بعد از فتح الف اومده صدای آ میده ما نمیشه میشه ما یعلمون ما تفعلون یعلمون ما تفعلون. اگر روی نون بخوایم وایستیم که آخر آیه چی میشه؟ یعلمون ما تفعلون. نون ساکن میشه آخر آیه همیشه اگر وایستادیم میشه ساکن میشه یعلمون ما تفعلون. خب باید میخواد اکتفا بکنیم. تماسهای شما عزیزان رو شروع میکنیم. سلام علیکم. سلام بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید. سلام بر شما بفرمایید. السلام علیکم برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید خواهرم؟ ما از تاجیکستان میخوایم در این برنامه رو خانه قرآن قرائت کنیم. بفرمایید خواهرم بفرمایید در خدمتتون هستم. تلاوت سوره قرائت کنیم. سوره حمد یا سوره قل اعوذ برب الناس و یا قل اعوذ برب الفلق، هر کدوم از اینها رو دوست دارید تلاوت بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. احسنتم ماشاءالله. فقط دقت بکنید که در قبل از اینکه خواهر شما بخواند گوش بکنید که قل اعوذ قل نه زیاد لام در روی لام زیاد توقف نکنین. خب قل اعوذ قل این رقم نشود. خب و یوسویسو نه یوسویسو. جزاکم الله خیر. دارید صدای بنده رو؟ از تلفن صحبت کنید لطفاً. قرار بود خواهرتون هم تلاوت بکنن. بیننده گرامی لطف کنید با تلفن صحبت کنید. خواهم که خواهرجان خونم. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره. دوباره بخوانید. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. تکرار کنید. إنه كان توابا. توابا. ماشاءالله. متشکرم از تماس شما. تشکر میکنم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بیننده گرامی بفرمایید. لطف کنید از تلفن صحبت کنید. سلام بر شما بفرمایید. سلام. سلام بر شما. خودتون رو معرفی میکنید؟ سهر هستم از کابل. اسمتون رو متوجه نشدم. یک بار دیگه لطف کنید. سهر هستم
از کابل. سحر خانم از کابل، خوش آمدید. از کدوم سوره رو تلاوت میکنید سحر خانم؟ میخوام سوره حمد را بخونم. سوره حمد را بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ماشاءالله ماشاءالله سحر خانم، احسنتم. شما کلاس قرآنی استادی دارید یا پیش خودتون یاد گرفتین؟ نه استاد دارم. استاد دارید، ماشاءالله ماشاءالله. خدا حفظ بکنه استاد شما رو و به شما توفیق بیشتر عطا بکنه. ممنون از تماس شما. تشکر از شما. متشکرم. متشکرم. موفق باشید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. صالح. علیکم السلام و صالح حق. برنامه روخانی قرآن کریم، خودتون رو معرفی میکنید قربان؟ محمد امین هستم از ولایت هرات. محمد رحیم جان از هرات. در تلاوت سوره های حمد یا ناس یا فلق با ما مشارکت میکنید یا در روخانی کلمات تمرین امروز؟ به قرآن شریف از دولی حمد میخوام. بسم الله. با تلفن صحبت کنید بفرمایید. صدای ما رو از تلفن بشنوید بفرمایید. سلام علیکم. تلاوت شما رو، صدای شما رو داشتیم. سوره حمد رو شروع کنید بخوندن. بفرمایید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير. محمد رحیم جان تلاوتتون قطع شد، تماستون. لطف کنید یک کمی سعی کنید آرومتر بخونید، کمی آرومتر بخونید، روانتر میخونید و در کلمه علی خصوص اهدنا الصراط، اهدنا صراط نشه، اهدنا صراطنا، نون میچسبه به صاد، اهدنا الصراط المستقیم. بله، تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. صداتون خیلی ضعیف میاد پیش من. دوستان اگه صدایشون رو تقویت بکنید بفرمایید. خودتون رو معرفی میکنید؟ نگار هستم از مهاباد. میخواستم سوره حمد تلاوت کنم. خوش اومدید عمو جان. نگار خانم از مهاباد، بفرمایید عمو جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احسنت، ماشاءالله. نگار خانم چند سالتون عمو جان؟ 10. ماشاءالله. ولضالین، یک کمی بیشتر ولضالین رو بکشین باشه؟ متشکرم عمو جان از تماس شما. متشکرم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام خسته نباشید. و سال حق. خودتون رو معرفی بفرمایید. من صدیق هستم از ایران. آقا صدیق از ایران. در دخترم میخواست قرآن بخونه. بفرمایید. الان وصله؟ الان صدای شما داره پخش میشه. من سلیمانی هستم، داخل استودیو دارم صدای شما رو گوش میکنم. دختر خانمتون رو معرفی بفرمایید، تلاوتشون رو شروع کنن. سمانه هستن. بفرمایید.
بسم الله. گوشی رو بدید بهشون شروع کنن. سمانه خانم شروع کنید تلاوتتون رو. صدای تلویزیونتون رو ببندید یا حداقل از فضایی که تلویزیون است خارج بشید. با تلفن صحبت کنید. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. احسنتم. ماشاءالله. ماشاءالله امید. ممنون از تماس شما. متشکرم. الله یار نگهدار شما. متشکرم. موفق باشید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام بفرمایید. صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. سلام بیننده عزیز بفرمایید. تماسشون قطع شد. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم نجیب السلام. علیم هستم از ولایت تخار. بچه‌کو میخواد که یک سوره تلاوت بکنه. عبدالاحد جان. عبدالاحد جان بفرمایید. کدوم سوره رو میخونن؟ سوره و تینه. و تین رو میخونن. بسم الله. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبین شما؟ صدای ما رو از تلفن بشنوید عبدالاحد جان. میخوایم سوره را برای شما به تلاوت بگیرم. بسم الله. ما گوش میکنیم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. ماشاءالله. فلهم اجر غیر ممنون. دقت بکنید که رون تنوینش ادا بشه. متشکرم از تماس شما. تشکر میکنم از تماس شما. عزیزان بیننده دقت داشته باشید که سعی بکنید در اون سوره هایی که ذکر کردیم بیشتر تلاوت ها منحصر بشه. سوره حمد، سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، چون بیشتر روی اینا داریم تمرین میکنیم. ان شاء الله به مرور زمان هم از این طرف سوره ها رو اضافه خواهیم کرد، هم ان شاء الله تلاوت قرآن کریم رو روحانی رو از ابتدای کلام الله مجید به صورت صفحه‌ای آغاز خواهیم کرد ان شاء الله. پس اجازه بدید فعلا در همین برنامه‌ای که هستیم در همین چند تا سوره منحصر بکنیم تا تمریناتمون بهتر و بهتر بشه ان شاء الله. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بیننده گرامی بفرمایید. صدای ما را از تلفن بشنوید. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامی خودتون رو معرفی میکنید؟ من شهلا از تاجیکستان. شهلا خانم از تاجیکستان. در تلاوت سوره های حمد و ناس و قل اعوذ برب الفلق شرکت میکنید یا در روخانه آیات تمرین امروز؟ سوره فلق را میخونم. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظیم. ماشاءالله. شهلا خانم فقط دقت کنید. بفرمایید. صداتون رو داریم. بفرمایید. عرض کردم که در پایان این سوره در حرف قاف دال دقت کنید مقداری صدا می‌لرزه. قل اعوذ برب الفلق. فلق. این قاف رو یک مقداری بلرزونید و مثلا حتی در کلمه دال هم و در قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، در خود ب دال اینها رو ما در تجوید بیشتر ان شاءالله باز راجعش صحبت خواهیم کرد. اگر امری دارید من میشنوم صداشو. استاد میخوام یه بار دیگه خط تلفظ کنم این سوره یک بار دیگه بکنم. بسم الله. سعی کنید روی قاف قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قاف مقداری میلرزه. بله. در دال هم همینطور. من شر حاسد اذا حسد. حسد ببینید اینجوری اگر ساکن مطلق باشه حسد یک کمی میلرزه. حسد. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. نه حرکت پیدا نکنه خواهرم. زیاد اگر حرکت بدید فلق ق نشه. فلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شرها. صداتون قطع شد پیش ما. آیا آخر رو دوباره تلاوت بفرمایید؟ صداتون قطع شد. و من شر حاسد و من شر حاسد اذا حسد. ماشاءالله. احسنتم. امر دیگری هم دارید؟ استاد اسمای خواهش بفرمایید. میخوام همون صحیح بخاری و صحیح مسلم رنگی نمی روحانی قرآن یک برنامه تشکیل کنیم، یک درس کنیم ما هم فهمیانی صحیح بخاری صحیح مسلم. چشم انشاءالله من این رو با مدیریت کانال در جریان خواهم گذاشت درباره صحیح بخاری و صحیح مسلم و تدریس این دو کتاب بزرگ. چشم انشاءالله. متشکرم استاد. استاد باید خیلی استاد همین حفظ قرآن هم کم عجله نکنیم تاریخ کم استاد بگنگی ما کسی تاریخ لغت نشناسن نمیتونیم کردم. حفظ قرآن و انشاءالله در این باب صحبتی خواهم کرد. چشمشون. امر دیگری هم دارید؟ خدا بسید. متشکرم استاد شما. موفق باشید. سلام خدا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. سوره الحمد میخونم. بسم الله. نامتان چیست؟ امیر حمزه. امیر حمزه جان ماشاءالله ماشاءالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءالله ماشاءالله. امیر حمزه جان چند ساله هستین شما؟ چند سال دارین؟ 4 ساله.
4 ساله. چند سوره از بر دارین؟ 5 داره. 5 داره. ماشاءالله. تعداد سوره‌ای که از بر دارین از تعداد عمرتان بیشتر است. ماشاءالله. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تشکر از تماس شما. من به حق دعا کنید. شما به حق ما دعا کنید عزیز. متشکر از تماس شما. الله تعالی به شما توفیق بیشتر بده. الله یار و نگهدار شما. الله تعالی شما رو حفظ بکنه و همچنین الله تعالی جزای خیر بده به اساتید شما، به خانواده محترم شما که تلاش کردن برای تربیت شما. احمد جان اگر سوره حمد رو تلاوتش آماده داری، آماده داشته باشه، اگر آماده نیست که بعد از این تماس ان شاءالله باز پخش بکنیم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید قربان؟ من عبدالجبار هستم از تاجیکستان. عبدالجبار جان از تاجیکستان، خوش آمدید به روحانی قرآن کریم. در کدوم بخش با ما مشارکت میکنید؟ سوره الحمد قرائت کنم، سوره فتحه. بسم الله. الان یه لحظه صبر کنید من قرآن باز کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. احسنتم. ماشاءالله استاد گرامی رات من چگونه بود؟ بسیار زیبا بود. در کلمه نعبدو دقت کنید که احساس میشه که کمی از اون حالت مقدار لازمی که هست بیشتر کشیده میشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبدو یک کمی اگر بیشتر کشیدین صدای او کشیده میشه اینجا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه لحظه. ایاک نعبد و دراز کشیده نشه. ایاک نعبد نعبد اینجوری. ایاک نعبد و ایاک نستعین. احسنتم. ماشاءالله. امر دیگری هم دارید قربان؟ در حق ما دعا کنید جنابی. محتاج به دعای خیرش. موفق باشید. سلامت باشید استاد. خداحافظ. جزاکم الله خیر. الله یار نگهدار شما. تلاوت سوره مبارکه حمد رو با صدای استاد محمد صدیق منشوی رحمت الله علیه میشنویم. در هنگام تلاوت سوره هم با صدای استاد شما هم لطف کنید تکرار کنید. یک بار هم تکرار میشه تلاوتش، شما هم سعی کنید تکرار بکنید و دقت بکنید با هم که چگونه کلمات و الفاظ و به هر حال حرکت فتحه، ضمه، کسره و حتی مدها چگونه ادا میشه. با همین تلاوت رو میشنویم، باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم. تلاوت زیبای استاد محمد صدیق منشاوی رو شنیدیم و انشاءالله که شما عزیزان باش تکرار کرده باشید. انشاءالله سعی میکنیم بیشتر تلاوت استاد رو پخش بکنیم. به هر حال دقت بکنیم در نحوه تلفظ سوره مبارکه هم بسیار مهم است. سوره مبارکه هم چون در نمازها ما همیشه این سوره رو تلاوت میکنیم. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی. خودتون رو معرفی میکنید؟ یک بار دیگه لطف کنید بلندتر صحبت بکنید، اسمتون رو بگید.
محب الله هستم از افغانستان. محب الله از افغانستان. در تلاوت سوره های ستایی که ذکر کردیم مشارکت میکنید یا در روخانی کلمات؟ ما در تلاوت. کدوم سوره رو تلاوت میکنید؟ بفرمایید. ما بله. سوره حمد سوره حمد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یکی از این سه تا رو انتخاب کنید تلاوت کنید. با ایده‌گر رو بخوایم نمیشه. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. احسنتم. ماشاءالله. بسیار عالی بود. بسیار زیبا بود. ماشاءالله. امر دیگری هم دارید؟ تماسشون قطع شد متاسفانه. من خداحافظی میکنم بس. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من از تاجیکستان عایشه میگم، میخوام سوره حمد را بخوانم. نامتون رو بگید و بسم الله شروع کنید. عایشه از تاجیکستان. عایشه خانم از تاجیکستان، خوش آمدید. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءالله. خواهرم فقط دقت کنید روی کلمه الحمد، لام الحمد حرکت نکنه، اله حمدونش الحمد. الحمد بگید، تلاوت تکرار کنید. الحمد. الحمد لله رب العالمین. احسنتم. در کلمه صراط الذین انعمت روی میم میم توقف نکنید، زیاد صبر نکنید. انعمت نشه، انعمت بگید. صراط الذین. تلاوت کنید. صراط. متشکر هستم. موفق باشید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. الو. سلام عمو جان. سلامت باشید عزیزم. من سرینا هستم از ایران. یه بار دیگه اسمتو بگو عمو جان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. یه بار دیگه من میخونم، با من تکرارش کن باشه عمو جان. و من شر. تکرارش کن اینا. قربان شما. خدا نگهدار. عمو جان دقت کن. و من شر نفاسات. خب شر نفاسات ر میچسبه به نون. و من شر نفاسات نه، و من شر نفاسات فی العقد. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلامت باشید. متشکرم قربان. معرفی میکنید خودتون؟ با این سوره حمد شکر کنم. بعدین اسم از بانی. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. روی کلمه الرحمن الرحیم یکم بیشتر دقت کنید که نون الرحمن، کلمه الرحمن باید بچسبه به را. الرحمن الرحیم. احسنت. ماشاءالله. من از اون برنامه روز خیلی خوشم اومد که با دکتر حرومی زدید در مورد زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. خیلی برنامه قشنگی بود. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. متشکرم از لطف شما. خیلی ممنون. خسته نباشید. قربونتون خدا. جزاکم الله خیر. سلام علیکم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. من ولایت الهرات. فارسی صحبت بکنم. متشکرم. سوره حمد رو میخونید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوره حمد رو تلاوت میکنید یا ناز؟ صدامون از تلفن بشنوید قربان. صداتون رو ندارم. تماسشون قطع شد متاسفانه. سلام علیکم. سلام بر شما. روخانی قرآن کریم بفرمایید. لطف کنید هر وقت صدا بحث شد، همین که صدای ما را از تلفن شنیدید، شروع کنید به صحبت کردن. منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون نباشید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید قربان؟ ما جانچمون میخونم مومینه از کردستان. بفرمایید. آمینه. آمنه خانم از خانواده شما تلاوت میکنن. بفرمایید. پخش مستقیم باید پیوست نمیکنید؟ الان صدای شما داره پخش میشه و به صورت مستقیم در استودیو صدای شما داره پخش میشه. از تلویزیون یک چند ثانیه دیرتر صدا به شما میرسه. لطف کنید با تلفن صحبت کنید و بدید آمنه خانم گوشی رو که صحبت تلاوتشون رو شروع کنن. وصال حق هست. وصال حق برنامه روخانی قرآن کریم و صدای شما داره پخش میشه. من سلیمانی هستم، دارم با شما صحبت میکنم. سلام من آمینه از تاجیکستان. سلام آمنه خانم، خوش آمدید به برنامه روخانی قرآن. عمو جان از چه سوره تلاوت میکنید؟ من سوره رحمان را میخونم. رحمان را تلاوت میکنید. چند آیه تلاوت بفرمایید. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسنتم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار متشكرم عمر جان. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنه خانم تشکر میکنم از شما. الله العظیم. متشکرم. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار زیبا بود. ماشاءالله ماشاءالله. الله تعالی شما رو برای خانواده و امت اسلامی حفظ بکنه و بر توفیقات شما بیفزاید. متشکرم از تماس شما. اجازه بدید که یک مقداری هم تمرین داشته باشیم. من تماس‌های تلفنی رو با تمرین ها رو خودتون وقتی تلاوت نمی‌کنید مجبورم خودم دیگه تمرین ها رو داشته باشم. بگذارید مقداری از آیاتی رو که در مصحف تمرین داشته باشیم در خود کلام الله مجید. آیاتی رو با هم دیگه تکرار می‌کنیم، اگه فرصتی شد برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما خواهیم. آیاتی از سوره مبارکه عبس رو با هم می‌بینیم. در این آیات از ابتدا شروع می‌کنیم به روخانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا کلمه
اول حرف اول فی، بعد از کسره یا اومده صدای ای میده. فی در ابتدای آیه. فی صحفن میشه در اصل. این تشدید رو ما انشاءالله در بحث تجوید که بهش برسیم انشاءالله توضیح بیشتری بهش خواهیم داد. فی صحفن مکر را تشدید داره، به همراه کاف ما قبل خونده میشه. مکرمتین مرفوع واو با ضمه با قبلش صدای امیده. مرفوعت، این میم رو فعلا تشدیدش به خاطر این تنوینی هست که قبلش قرار گرفته، در بحث تجوید ان شاء الله توضیح خواهیم داد. مرفوعت مطهره. اون هی دو چشمی که دوتا نقطه داره این همون مطهراتن بوده، اگر وقف کنیم مطهره میشه. مکرمه هم در آیه قبلی تایی که بهش میگن تای تانیث، دوتا نقطه هی دو چشمی که دوتا نقطه داره بالاش در هنگام وقف کردن به ه تبدیل میشه و حرکتش کلا از بین میره. هر حرکتی که داشته باشه کلا ساکن میشه. مطهره میشه. خب بعدی به ای دی، به ای دی سفره اگر وقف کنیم، اگر وقف نکنیم حرکت بکنیم. سفراتین کرامیم، اینجا کرامن بوده که اونجا اون میمی که زیر میم بزرگتر میبینیم یه قاعده تجویدی درش اجرا میشه، اونو در بحث تجوید بهش میرسیم. کرامین براراتین اگر وقف بکنیم میشه برارا. همین یک خط رو فعلا داشته باشیم. چند تایی از تمرین‌های خود تنوین رو هم با هم دیگه ببینیم. در این صفحه تصویر رو اگر داشته باشیم، کلمه اولی احمد جان تصویر رو داریم. اف و اینجا ف ساکن با الف ما قبل خونده میشه. افواجن اگر وقف کنیم میشه افواجا. لیوم معتد یومئذ عینن اگر وقف کنیم میشه عینا. رحیق مختوم همزة عین فتحه داره بعدش الف اومده میشه طعام مصفوفة بناء سراجا فتحه بعدش الف میشه را. سراجا اینها نمونه‌های تنوینی بود که گفتیم بحث درس امروزمون تنوین بود. هر علامتی که شما دو تا فتحه وقتی که بالای هم دیدید یا دو تا کسره یا دو تا ضمه در کنار هم دلالت بر تنوین داره. تنوین یعنی این که شما اون حرف رو یک بار به همراه اون حرکتی که داره فتحه کسری یا ضمه میخونید، یک نون ساکن هم به همراهش اضافه میکنید
تماس‌های شما رو چند تای دیگری رو هم بگیریم، برمیگردیم ان شاءالله. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید خواهرم؟ آمینه هستم از تاجیکستان. آمینه خانم از تاجیکستان. کدوم سوره تلاوت میکنید؟ میخواستم سوره بقره الف لام میم بخونم. اگر از سوره حمد یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس میخوندید بهتر بود، چون درس امروز ماست. اما به هر حال اگر دوست دارید از بقره بخونید بسم الله. من الش میخونم، از سوره الحمد میخونم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روی کلمه صراط الذین الذین یکم بیشتر دقت کنین. لذی صراط الذین والذین صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد ولا الضالين بیشتر بکشین این کلمه. ولا الضالين بیشتر حداقل به اندازه بستن 3 تا انگشت. ولا الضالين ولا الضالين. بله نفستون رو قطع نکنید، ادامه بدید. ولا الضالين ولا صداتون قطع شد متاسفانه. صدای بنده رو دارید؟ من صداتون رو ندارم. که ما تجوید اخشی رو یاد بگیریم. انشاءالله ما روخانی تمام بشه، قواعد روخانی رو تمام بکنیم، به بحث تجوید هم انشاءالله خواهیم پرداخت. یک کمی فرصت نیاز است. خدا حافظ استاد، تشکر از برنامه خوبتون. متشکرم. تماس. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. متشکرم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. لطف کنید بیننده گرامی صدای ما رو از تلفن بشنوید. بفرمایید. تماسشون قطع شد. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام بر شما بفرمایید. خودتون رو معرفی میکنید؟ سلام بر شما بفرمایید. در کدوم سوره تلاوت میکنید؟ سوره حمد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برادر عزیزم دقت کنید در کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین در علیهم صراط الذین انعمت علیهم میم حرکت نکنه. سعی کنید وقتی که روی علیهم توقف میکنید علیهم نشه. صراط الذین انعمت علیهم همون که به مخرج میم رسیدین نفس رو قطع میکنین. علیهم احسن. حرکت پیدا نکنه، ساکن نشه. صراط الذین انعمت علیهم. ببینید اگر وقف کردید این حرکت کسره اضافه میشه باش. صراط الذین انعمت علیهم. صراط الذين أنعمت عليهم أحسنت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله. متشکر از تماس شما. ممنونم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
عبدالله مسعودی. بفرمایید. در سوره حمد میخونم. سوره حمد. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. احسنتم. ما شاء الله. ما شاء الله. متشکرم از تماس شما. موفق باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید قربان؟ گل احمد هستم از افغانستان. گل احمد جان از افغانستان. در کدوم بخش با ما مشارکت میکنید قربان؟ در بخش روخانی تا تصویر به شما برسه شاید کم دیر بشه چون وقت ما داره به پایان میرسه. در بین سوره های حمد و ناس و فلق یکی از این سوره ها رو انتخاب کنید. تلاوت بفرمایید. یک برازاده زایی معمول میخوانه سوره فاتحه را. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صداشون قطع شد متاسفانه. کاش که این تلاوت زیبا ادامه پیدا میکرد تا حسن ختام برنامه امروز ما باشه. به همین قدر اکتفا میکنیم. من بسیار پوزش میطلبم از همه عزیزانی که پشت خط هستن. الان اینجا حداقل 6 خط جلوی من همینجوری داره چشمک میزنه و وقت اجازه نمیده که همه تماس عزیزان رو دریافت بکنیم. و خواهری که فرمودن در بحث برنامه حفظ قرآن کریم کمی کمتر بکنید حفظ رو. ما هفته 3 صفحه رو داریم حفظ میکنیم و الحمدلله به پایان جزء 6 رسیدیم و احساس میکنم که نصف صفحه مناسب هست. گرچه قبول دارم که خب برای برخی از عزیزان فرصت ندارن زیاد هست، برای برخی عزیزان شاید کم باشه. باز حتی شما هر چقدر که توانایی دارید حفظ بکنید و به هر حال ان شاء الله همین که در این کاروان هستید امیدواریم که الله متعال همین ما شما رو از اجر حفظ قرآن کریم بی بهره نگذاره و به قدر توانایی خودتون حفظ بکنید. اگه احساس میکنید وقت کاری اجازه نمیده یا فرصت ندارید یا نمیتونید همون قدری که میتونید حفظ بکنید ان شاء الله که تا پایان باز این عمر باقی باشه که حفظ بکنید کارشو. اگر عمر کفاف نده ان شاء الله الله تعالی در روز قیامت اجر و پاداشش رو کامل به همه عزیزانی که تلاش میکنن و عمر کفاف نمیده خواهد داد. مهم اینه که در راه حفظ قرآن کریم ناامید نشید، دست بر ندارید و رها نکنید کار رو. از همه شما عزیزان که برنامه خودتون رو همراه